توی کاتگوری توسعه فردی مونیم، توی کاتگوری تحول فردی مونیم و مهارت هایی که اینجا قرار یاد بگیریم مهارت هایی که به خودمون برمیگرده. امروز میخوام راجع به چی حرف بزنیم؟ 7 راه میخوام باهاتون بررسی بکنم که کتاب هایی که خواندید و قرار است بخوانید رو بتونید به خاطر بسپارید، حفظشون رو یادتون بمونه. این چون دغدغه شخصی من بود خیلی روش مانور دادم، یعنی من واقعا چون خیلی میخونم و خیلی هم یادم میره که چی خوندم. یعنی قشنگ یعنی یک کتاب مثلا سال پیش بود، 2 سال پیش بودیم یک کتاب میذاشتی جلو میگفت آقا اینو 2 دور خوندی، من نگاه می‌کردم گفتم خدایی من یادم نمیاد، یعنی اصلا شروعش این کی بودی چی بود اصلا یادم نمیاد. الان مسئله همونه، میخوایم 7 راه بررسی بکنیم که چجوری کتابا رو خاطر بسپاریم. پس این یکی از مهارت‌های مؤسس کسب و کار توسعه فردیش میشه دیگه. چرا؟ چون مؤسس کسب و کار دائما در حال یادگیریه، شماها دائما در حال یادگیریه، ولی این یادگیریاش محفوظات ذهنیش میشن یا نمیشن. حالا کتاب یه بخشیشه، میتونه پادکستایی باشه که گوش میدید، دوره‌هایی باشه که شرکت میکنید. این 7 رو اونها هم میتونید پیدا کنید. بریم. اولا مطالعه تنها چیزیه که گذشته رو هم تغییر میده. شما چیزی رو پیدا نمی‌کنی گذشته رو تغییر بده. جمله خیلی معروفه میگه مطالعه گذشته رو تغییر میدهد. یعنی جمله گذشته رو با مطالعه کردن تغییر بدید. مهم خوندن کتاب‌های بیشتر نیست. اتفاقا من خودم کسیم که 5 کتابخانه داخل خونم دارم و یک بخش اعظمی از کتابام تو انباریه، چون که جا ندارم بذارمشون. بسیار به شقات مختلفم میخونم، یعنی از شرق به غرب میخونم، یعنی فلسفه، نمیدونم دینی، نمیدونم تاریخی، نمیدونم سیاسی، اجتماعی، همه چی میخونم دوستان. مهم من یکی اینم کتاب دارم به این نتیجه رسیدم، بپذیرید از من، مهم خوندن کتاب‌های بیشتر نیست. خب مهم خوندن کتاب‌های بیشتر نیست، مهم بهره برداری از اون کتابایی که خوندید. راه 7 روش، 7 راه دیگه. راه اول، کتاب‌های بیشتر را کنار بگذارید. 1. سخت نیست بفهمید چه کتابی ارزش خوندن دارد، چه کتابی ارزش خوندن ندارد. من راهکار خودم میگم. همه پشت جلدو میخونن، من پشت جلدی نیستم. من بخوام بفهمم کتاب ارزش خوندن داره یا نه، من کتابو برمی‌دارم، وا میکنم، فهرست میخونم. اول فهرست میکنم، نویسنده رو سرچ میکنم ببینم چه کتابایی داشته، چه جایزه‌ای برده. یعنی همون جایی که مثلا من اکثرا هم خریدام، کتاب خریدنم شهر کتاب ابن سیناست، شهر غرب، چون نزدیک همونجوری میرم همیشه اونجا، همیشه منو میشناسم، میرم اونجا یه گوشی دستم دارم سرچ میکنم یارو بیا اونجا ما خیف کنیم چه اینجوری. نویسنده رو سرچ میکنم، تیترار، اون فهرست مطالب رو میخونم، 3 تا از چیزای 2 تا یه دونه از فهرستا، 1 تا 3 تا از فهرستایی که برام جذابه تو تایتلا میرم صفحه‌شون رو وا میکنم، یه صفحه 2 صفحه ازشون میخونم. بی خدا بس پلنگ میفهمید که این کتاب ارزش خوندن داره یا نه. قشنگ متوجه میشی. من شاید از یک کتاب، تو همین کاتگوری 1 دارم، من شاید از یک کتاب 50 صفحه‌اش به دردم بخوره. وسواس فکری نگیرید، پارانوید نشید که آقا این کتابو خریدم باید از مقدمه بخونم تا صفحه آخر که کتابای دیگر رو معرفی میکنن رو بخونم که تازه بخونم آخ چون کتابو خوندم حس خوبی بهم دست بده. رو این پارانوید نشید. من شده رفتم تو فرودگاه، خواستم پرواز کنم، رفتم نمازخونه، همینجوری کتابی تو چیزاش بود، برداشتم خوندم، آقا 20 صفحه‌اش به دردم میخورد، رفتم کتابو خریدم، همون 20 صفحه هم همیشه استفادهش میکنم. پارانوید نشید کل کتابو باید بخونید. کتابای بیشتری بخونید، کم ارزش ها رو کنار بذارید، با ارزش ها رو 2 بار بخونید. 2 اون 7 کتاب ها و مطالب رو طبقه بندی کنید. اونهایی که اکنون میتونید ازش استفاده بکنید تو اولویت خوندن قرار بدید. دلیلم داره. ببین، 1 اولا که شما انگیزه داری، وقتی یه کتابی همین الان به دردت میخوره، وقتی میخونی انگیزه داری ازش استفاده بکنی. بعد استفاده از مفاهیم کتاب یه راه عالیه واسه اینکه تثبیت بکنی اون مفهوما رو تو ذهنت. من خیلی تو این زمینه مشکل داشتم، این خیلی نجاتم داد واقعا، این دومیه که تونستم پیداش کنم. من واقعا کتابو میگرفتم به سلیقه‌ام، به اینکه الان حال دارم بخونمش نه نگاه می‌کردم، نه به اینکه الان بهش نیاز دارم یا نه.
مثلا من یه عالمه در مورد ببین هر صفحه برای کتاب نیست، مقاله، پادکست، هر چی، من خیلی مذاکره مطالعه میکنم. من زمانی مثلا مذاکره رو خیلی رفتم توش عمیق شدم که واقعا نیازی به مذاکره کردن نداشتم، همه چی توی سری بود که دیگه مذاکره ها انجام شده بود. الان که مثلا باز دارم جلسه تو بیزینسی ما ادامه میدم، باز مثلا داریم کار توسعه میدیم، باز داریم سرمایه‌گذار میاریم، باز داریم فلان میکنیم، برمیگردم یه عالمه اون مذاکره یادم رفته بود که من اوف. حالا باز به خاطر فورتونا فیوژن دارم همه رو برمیگردونم که بیام توی پلیلیست جدا مذاکره درس بدم عملیاتی. ولی میخوام بگم که اگر همون لحظه چون تمرین موثرترین شکل یادگیریه، تمرین بکنید کتاب چیزی داشته باشه که همون لحظه بتونید ازش استفاده بکنید، بسیار بیشتر تو ذهنت میمونه. 3 یادداشت برداری کنید، طوری هم یادداشت برداری بکنید که بعداً بتونید بهش دسترسی پیدا بکنید. من خیلی آدم سختگیری هم، همین شهرام که پشت دوربینه میدونه، همه فک فامیلامون هم میدونن، من خیلی آدم سختگیری رو نگهداری کتابم. یعنی کتابام از ناموسم میمونن، یعنی خط بهشون بیفته خطی میکنم کسی که خطشون انداختم. اما همین من داخل کتاب برام من همیشه یه ماژیک دستم، یه خودکار دستم، یه مداد دستم، همه اون نکاتی که میخوام یا می‌نویسم توی کاغذ که همیشه می‌نویسم، من اول می‌نویسم رو کاغذ همه نکاتی که دلم می‌خواد بردارم و هر صفحه مثلا دو تا نکته تو این صفحه بود، دو تاشو برام می‌نویسم. از اون برم ماژیک کشیدن تو کتاب، مثلا تاریخ قوم یهود منو نگاه بکنید، این کتاب انقدیه شروع بکنید ورق زدن، مثلا خیلی جای کمی پیش بیاد که با رنگ‌های مختلف هایلایت نشده باشه. حالا هر رنگی هم برای من مفهوم جدایی داره. مثلا من با 5 6 رنگ ممکنه یه کتابی که خیلی برام مهم باشه رو بخونم با 5 6 رنگ هایلایت. بس میخوام بگم وسواسم روی نشه، کتابو خط خطی کنید، ظاهرش ساده میگه، کتابو خط خطی کنید، بنویسید، یادداشت برداری کنید اینا رو. خب من مدلم اینا، مثلا تو دنگ استفاده کنید. من اول همه چی رو کاغذ می‌نویسم، هم موقعی که دارم کتابو میخونم یه دفتر جدا دارم که همیشه همه شکل همینجوری هم طبق میاد بالا هر دفعه. تو اون می‌نویسم مثلا این صفحه حال نداشته باشم صفحه رو با نکته رو نمی‌نویسم، مثلا بخوام 3 خط بنویسم که چی گفت، صفحه رو می‌نویسم صفحه فلان پاراگراف فلان خط 2 میام پایین، حالم نداشته باشه. کتاب که تموم میشه همه اینا رو میرم تایپ میکنم، میشه 2 بار مرور، یه بار داری میشه 3 بار مرور، یه بار داری میخونیش، یه بار داری نکات مهمش یادداشت برداشت میکنی، یه بار دیگه داری نکات مهمو تبدیل میکنی به یه فایل ورد. اون فایل ورد رو پی دی اف میکنم. چرا پی دی اف کنم؟ بتونم سرچ کنم کلمه توش. یه روز من میخوام برم اینجا مثلا در تمرکز حرف بزنم، مثلا میرم سرچ میکنم تو تمام اون نوتبوکام که همینجوری پیوسته با هم پی دی اف سرچ کنم تمرکز، همه رو برام میاره بالا. اینم یه راهشه. 4 دانسته‌های جدید رو با دانسته‌های قبلی ترکیب کنید. این پیوندایی که بین این اتصالات، پیوندایی که بین اطلاعات قدیم و جدید برقرار می‌کنید، عین لول اپ تو بازی‌ها میمونه. مثلا دو تا موجود لول 1 رو میندازی و میشه لول 2. یه همچین حالتیه، میکوبه تو ذهنتون مطلبو. قشنگ میکوبه تو ذهنتون مطلب. اطلاعات برای چی میگیم بنویسید؟ بخواید که تو اطلاعات قدیم تو با اطلاعات جدیدتون تلفیق بکنید. 5 خلاصه کوتاه بنویسید. من هر دفعه کتابم تموم میشه یه دفتر جدا برای این کار دارم، جدا از اون خلاصه نویسیه. خودم به چالش میکشم، میگم میتونی تو یه صفحه تو 3 تا پاراگراف تو 3 تا جمله این کتابو خلاصه بکنی برای خودت؟ چی فهمیدی از این کتاب؟ حالا کتاب میخواد 2500 صفحه باشه، میخواد 25 صفحه باشه، یه مقاله باشه، میتونی خودت به چالش بکشی 3 تا پاراگراف ازش بنویسی. اگه قرار باشه یه موضوعی، چند تا موضوع رو این کتاب بگیری برای اینکه روش که کارکرد عملیاتی دارد، مثل رمان و اینا نیست، کارکرد عملیاتی دارد، اون 3 تا رو میتونی الان بنویسی، چند تاشو میتونی الان بنویسی. فاینمن خب نوبل فیزیک برد در 90 دیگه، یعنی آدم گنده‌ایه فاینمن. روش نوت برداریش این شکلی بود، خلاصه نویسیش. میگفت آقا وقتی یه کتاب تموم شد بلافاصله میومدم میگفتم تو چالش داری، تو هر چقدر که دوست داری، 1 صفحه 2 صفحه 1 خط، این کتابو برای کسی که تا حالا 1 خط از این کتاب و تا حالا اسم این کتاب رو نشیده خلاصه کن، بگو این کتاب چی میگه، کنهشو بکش بیرون. این روش فاینمن بود، کسی نوبل فیزیک برده برای خلاصه برداشت. پس خلاصه کوتاهی بنویسید. این 5 6 موضوع رو از زوایای مختلف بررسی بکنید. ببینید ما آدما یه جوری هستیم که هممون، حتی منم خیلی دوران نوجوانی این شکلی بودم خداییش، که اینجوری بودم که مثلا الان بچه‌ها شاید بیشتر درکم کنه، مثلا بچه‌های کم سن‌ترمون که دارن نگاه می‌کنن، که من احساسم این بود 80% تجربیات من، یعنی تجربیات شخصی من 80% تجربیات دنیاست.
یعنی من احساس کردم این چیزی که من دارم تجربه میکنم، یعنی دیگه همه تجربه میکنن، برای همین همیشه هم خودمون میذاریم جای دیگران میگیم چرا اینجوری رفتار نکرد مثلا تو سنا. خب این ما همیشه فکر می‌کنیم تجربه شخصی ما 80% اتفاقات داره در حالی که 1000 هم نیست. آقا یه مطلبی رو می‌خونی از 10 تا من وقتی می‌خوام بیام یه چیزی اینجا به شما بگم 10 مدل دیگه‌اش مخالف موافقش هم نگاه می‌کنم ببینم چیزی از قلم نیفتاده باشه. یه زاویه نمیشه رفت قاضی که. منظور اینه از چند جهت بررسی بکنید. حالا اینو داشتید هفتمی آخر 2 بار بخونید. کتاب‌های خوب رو 2 بار بخونید. یک کتاب ارزشمند نه فقط برای یه بار خوندن، نه فقط برای 2 بار خوندن، حتی برای چند بار خوندن حرف داره. هیچ کتاب باید تجربهش کنید. هیچ کتابی نیست که شما الان بازش کنید، صفحه یه دور بخونیش، یه ماه دیگه برید سراغش، یه دور دیگه بخوای بخونیش، احساس نکنید داره حرف جدید بهت میزنه. این برمیگرده به اون جمله بالایی، به اون تجربیات آدم. تو تجربیات داره لول اپ میشه. تو فهمت از این کتاب با فهمت از این کتاب در روز قبل فرق داره. چون اتفاقات جدیدی برات افتاده. هر دفعه که شما یک کتاب رو دوباره میخونید یه چیز جدیدی برای بیان کردن داره همون کتاب. یه جمله معروف هم هست که با این ویدیو رو میبندم، هفته روشو گفتم. کتابی که ارزش 2 بار خوندن نداره ارزش خوندن نداره. کتابی که ارزش 2 بار خوندن نداره ارزش خوندن نداره. مخلصی.